سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه، سالم و خوشحال و پولدار باشین. امروز اولین روز سال 1404 با اولین ویدیو سال 1404. امیدوارم عیدتون پر آرامش و موفقیت کنار خانواده‌تون باشه. بریم سراغ ویدیو. امروز اومدیم راه هدشات زدن تو رد دد 2 و اکثر بازی‌های راکستار رو بهتون یکم آموزش بدیم. یعنی آموزش هم نمیشه گفت چون خیلی راحته. بریم که داشته باشیم. شما میتونید تو اکثر بازی‌های راکستار، تو رد دد 2، جی تی وی و اینا با نگه داشتن L2 نشونه اتوماتیک روی انمیتون بگیرید. ولی اگه میخواین هدشات کنین باید تو رد دد 2 یا تو هر بازی اکثر راکستاری وقتی L2 رو زدین، یعنی نشونه گرفتین طرف انمی، یه تیک با آنالوگ آرتون ببرین بالا. وقتی اتوماتیک نشونه رو گرفتین یه تیک با آنالوگ آرتون، یعنی آنالوگ سمت راستتون، یه تیک ببرین بالا و شلیک کنین. همون لحظه یه تیک که میبرین بالا نشونه اتوماتیک میره تو سر هدف و هدشات میشه انمیتون. این تو ردت خیلی خوبتر جواب میده. شما میتونید تو هر شلیکتون از این استفاده کنین و طرف و انمیتون رو هدشات کنین. الان من چند تا هدشات رو میزنم تا شما ببینین که اون منظورم از اون یه تیک بالا بردن و نشونه اتوماتیک گرفتن چیه. همینطور که میبینین تو اکثر مواقع حتی اگه انمیتون پشت درختی باشه یا پشت سنگی باشه این روش جواب میده، یا اصلا انمیتون تو دور باشه، شما میتونین با L2 اتوماتیک روش بگیرین نشانه رو، بعد با آنالوگ آرتون یه تیک ببرین بالا، درجاش شلیک کنین و همون لحظه هدشات میشه. میبینین شما تو تصویرم میبینین که از این روش استفاده میکنم. حالا بعضی وقتا من از نوبی خودمه که نمیتونم بزنم، ولی تو اکثر مواقع جواب میده این روش. حالا این دکمه L2 نشونه‌گیری اتوماتیک واسه خیلی‌ها آوانتاژ دوست دارن، واسه خیلی از پرو پلیرها یه ایراده واسه راکستار که میگن چرا اون طبیعی بودن نشونه گرفتن رو نذاشتین که ما بتونیم خودمون نشونه بگیریم مثلا. ولی خب من به عنوان خودم خیلی دوست دارم اتوماتیک مثلا انمی میگیره روی انمی و میزنه. تو شکار و انمی‌های سخت خیلی جوابگو است این روش، و تو بازی‌های راکستار اکثرشون یعنی 90% این گزینه نشونه اتوماتیک هست. تو جی تی وی هم هست، آی بی هم هست، رد دد یک هم هست، رد دد 2 هم هست. این گزینه تو همه بازی راکستار اکثریتا هست این گزینه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از ویدیو و تونستم یه ویدیو مفیدی براتون بسازم. اگه خوشتون اومد لطفاً ساب و لایک یادت نره، چون 85% بینندگان و ویوهای من اونایی هستن که لایک و ساب ندارن کانال منو. عشق منین. تا به ویدیو بعدی بدرودید.